بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة عاما وقال ربي لما حشرتني عما وقد كنت بصيرا صدق الله العظيم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل حي وميت أو كما قال. وأيضا قال سبحانه وتعالى في الكلام آخر في شان حبيبه وفي المدح نبيه مخبرا وعامرا مكرما وتعظما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ای جان جانان به تو جهان را چه کنم، من میل تو دارم دگران را چه کنم. تو آن کسی که بی کسان را کسی، هر کس به کسی به چیز بنازد مرا تو بسی. اما بعد دوستان سروران گرامی خصوصا جماعت المسلمین، آیت کلام الهی که در محضر شما تلاوت کردم الله سبحانه و تعالی در این آیت میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و من عرض عن ذکر فإنه معیشة ضنکا. هر کسی که از ذکر من رو بتابد، غافل شود، بی‌پروایی کند، با یاد من مشغول نباشد، زندگیش سخت میکنم. در همین دنیا سرگردان و زندگیش سخت میکنم. و نحشر یوم القیامت عاما، و روز قیامت از خاک نابینا بلندش میکنه، یعنی کور میخیزه از قبر. وقتی که روز قیامت با امر پروردگار که مرده از قبرستان بلند میشوند، انسانهایی که در این دنیا غافل بودن، از ذکر خدا غافل بودن، بی‌پروایی میکردن، با یاد خدا مشغول نبودن، از گفتهای خدا و رسول سرکشی میکردن، سرپیچی میکردن، طغیان میورزیدن، فردا امر خداوند میشه که از قبرها بلند شین برای عیسی و همشان میگه کور میخیزن و داد میزدن و قال ربی لما حشرتنی عما وقد كنت بصیرا. پروردگارا چرا ما را از قبر نابینا بلند کردی که ما در دنیا چشمای بینا داشتیم. در دوام آیت میگه آیتی ما آمد، کلامی آمد، الله میگه رسول فرستادم قبول نکردی، فراموش کردی، آیتی ما را قبول نکردی، پیغمبری ما را گفتی که تکذیب کردی و پیغمبری ما طغیان ورزیدی، سرکشی کردی از امر خدا و رسول، و دنیا کردی مرا فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. وقتی که در دنیا آیتی ما فراموش کردی، از ما غافل شدی، من امروز از تو غافلم. و حدیثی که در محضر شما تلاوت کردم عزیزان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الذی یذکر ربه، کسانی که یاد میکنن خدا را صبح و شام، بکرة و اصیلا، یعنی صبح و شام سبحان الله الحمدلله میگن. والذی لا یذکر ربه، کسانی که ذکر نمیکنن، صبح خوابن، نماز پیشین خوابن، نماز عصر خوابن، شام خوابن، خفتن خوابن، یا با کارهای لغو و لعب مشغولن، نماز از وقت قضا می شود، از ذکر خدا غافلن. والذی لا یذکر ربه کمثل الحی والمیت، مانند زنده و مردان. کسانی که ذکر میکنن زندان، کسانی که ذکر نمیکنن عزیزان من در قبرستان خوابن، مثل ما میگن مردهان که مرده ها ذکر نمیکنن، زنده ها ذکر میکنن، زنده ها و کاری خیر مشغولن، مرده ها تمام. وقتی که انسان میمره عملاش قطع میشه مگر سه چیزش میمونه، یکی صدقه جاریهش، یکی فرزندی صالحی که برای دعا کنه، یکی علمی که از علم او به دیگران رسیده باشه منفعت برام. پس عزیزان من
ذکر خدا انسان عزت میده. ذکر خدا، هر کسی ذکر خدا میکنه الله سبحانه و تعالی را در حساب زنده ها حساب میکنه. وقتی مفهوم حدیث رسول پاک صلی الله علیه و سلم، هر وقتی که شما خدا را یاد کردین، در تنهایی یاد کردین، شما را در جمع یاد میکنه. در مابین یک کس یاد کردین، در مابین 100 کس، در مابین 100 کس یاد کردین، در مابین 1000 کس، در مابین 1000 کس یاد کردین، در تجمع ازدحامی که چند میلیون در خانه خدا جمع میشوند، گرد خانه خدا طواف میکنند. هر شب در شبکه‌های اینترنتی میبینید که خانه خدا را مکه را نشان میده، چقدر زیارت رفتین، چقدر طواف کردن گرد خانه خدا، مردم چقدر در تجمع ازدحام، چقدر زیاده. هم که خدا در همونجا یاد میکنه. در خرسندی الله سبحانه و تعالی را یاد کردی، در تنجی یادت میکنه، در سختی یادت میکنه. در تنجی یاد کردی، در سختی یاد میکنه. در خرسندی یاد کردی، در غم یادت میکنه. چرا الله سبحانه و تعالی میگه فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق الله العظیم. شما ما را یاد کنین، ما شما را یاد میکنیم. شکر کنین، شکرانه را به جا بیاریم. قناعت کنیم بر رزق روزی دادگی ما، به هر نعمتی که به شما عطا کردم شکرانه کنین، کفر نورزین. ما انشاءالله نعمتتون از یاد میکنیم. یاد کردین، یادتون میکنیم. یک روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چهره مبارک طرف صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین طرف یارانش کرد و فرمود: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سبق المفردون وقالوا وما المفردون یا رسول الله. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام سوال کردن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت پیشین گرفتن، سبقت گرفتن. مفردون، صحابه کرام از کلمه مفردون متوجه نشدن کسان کیا باشند و فرمودن و ما المفردون یا رسول الله، کیا هستند مفردون که سبقت گرفتن؟ رسول خدا در جواب گفت قال الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، او کما قال مردهایی که زیاد، مردهای مومین مسلمان و زنهای مومین مسلمان که زیاد ذکر میکنن، زیاد به ذکر الله، مرد و زنی مسلمان به ذکر الله مشغولن، آنها سبقت گرفتن، پیشین گرفتن، کامیاب شدن. مفردون همه هستند که کامیاب شدن. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم میگه بسم الله الرحمن الرحیم اذکروا الله ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. شما زیاد کنید، زیاد ذکر کنید، کامیاب میشید. در سوره جمعه میگه بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. شما بعد نماز جمعه که نماز ادا کردین، منتشر شین در روی زمین، فضل مرا بخواهین، از پشت رزق روزی شین و مرا یاد کنین، زیاد یاد کنین، شاید کامیاب شد. یا در سوره احزاب میگه بسم الله الرحمن الرحیم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات وذاكرين الله كثيرا وذاكرات عاد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. در این سوره احزاب میگم، مختصر بگم، این المسلمین و مسلمان و کسانی که ایمان آوردند، کسانی که مسلمان و مردهای مومین و زنهای مومین، کسانی که فرمانبرداری کردند، صادق بدن، خاشع بدن، از خدا ترسیدن، پرهیزگار بدن، روزه‌دار بدن، حفاظت فرجهاشو کردن، کسانی که خیر احسان کردند. همچنین می آخر دبد میفرمایه که الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، مردهای مومین، زنهای مومین که زیاد خدا را یاد کردن، وعده میده الله سبحانه و تعالی ادى لهم مغفرة و اجرا عظیما، برای آنها مغفرت گناهشون بخشیده میشود و اجر بزرگ انشاءالله در قیامت. یعنی ذکر کنندگان الله سبحانه و تعالی چقدر فضیلت های میده. عزیزان من،
مفسرین فرمودن کلمه ذکر فقط سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله نیست، استغفر الله نیست. قرآنی عظیم‌الشان کسی تلاوت میکنه ذکره. کلمه ذکر به معنای قرآن میاد، کلمه ذکر به معنای نماز میاد، کلمه ذکر به معنای خیر احسان یاد خدا میآید. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای کسانی که ایمان آوردین هلاک نکنه شما را، زنهای شما و که کارهای شما، یعنی به دکان مشغول باشین و به تجارت مشغول باشین، هلاک نکنه شما را از یاد خدا، یعنی از نماز قضا نکنه. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. هر کسی این فعل انجام بده، وقتی نماز باشه و در بیع و شرا باشه، در خرید و فروش باشه، وقتی نماز باشه با زن کودکش بازی کنه و مشغول زن کودکش باشه، نماز از قضا شود. یعنی میگه هر کسی کارا میکنه از جمله زیانکارانه، شما را هلاک نکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انه لحافظون. الله میگه ما ذکر قرآن را آفریدیم و ما نازل کردیم ذکر قرآن را و ما حفاظت میکنیم تا روز قیامت. یعنی ذکر به معنای قرآن گفتیم، ذکر به معنای نماز میآید. انشالله با یاد خدا باشین. هر وقتی که شما با یاد خدا باشین از جمله مفردون میشین، سبقت میگیرین، پیشین میگیرین. شاعر میگه ملکا ذکر تو گویم که تو پاک خدایی، نروم جز به همان راه که تو رهنمایی. همه وقت در وصف تو گویم، همه وقت ذکر تو جویم، همه وقت توحید تو گویم که تو به توحید سزایی. پس عزیزان من همه وقت ذکر الله را بجویید، با ذکر الله باشین، در وصف الله بگویین. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی از جمله ذاکرین می نویستان، از جمله عابدین و شاکرین و صابرین خدا حشر بشیم. انشاءالله الله سبحانه و تعالی وعده داده برای ذکر کنندگان که بر آنها اجر بزرگ است، مغفرت بزرگ است. انشاءالله اجر بزرگش جنت الفردوس است. هر کسی که در این دنیا با یاد خدا مشغول شود، بس سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر که رسول خدا فرمودن، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عربت احب الكلام عند الله عربة سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. چهار کلمه ای که محبوب خداوندن این کلمه، یکی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر، صبح و شام ایرت ذکر کنید. یا در جای دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان عند الرحمن و هی سبحان الله بحمده و سبحان الله عظیم. او کما قال، دو کلمه ای که آسان در زبان، یعنی سبوک گفتنش، و در ترازو سنگین وزنین و او محبوبی خدا. ای دو کلمه نزد خداوند، یکی سبحان الله بحمده و سبحان الله عظیم. صبح و شام 100 باری را ذکر کنین، انشالله از جمله ذاکران قرار میگیرید. و گفتیم که هر وقتی که الله سبحانه و تعالی فرمود فاذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد کنید من شما را یاد میکنم. عزیزان در روایت های میگه که صحابه کرام رضی الله تعالی علیه اجمعین یاد میکردن خدا را، خداوند از سختی یاد میکردن. میگه سعید گفتنی یک سرلشکری بود، اینقدر میگه سرلشکری جلیل قدر و اولیل عظم بود، اینقدر تکنیک جنگی سخت بود که کفار نمیتونستند او را شکست بدن. همه وقت در نبرد، وقتی که مقابل کفار، مقابل مشرکین، مقابل دشمنان اسلامی جنگید، هیچ وقت را شکست دادن نمیتونست. این سعید رضی الله عنه یک فعل داشت که همه وقت در زبانش سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله، هر وقت ذکر خدا و رسول میکرد. وقت رسول الله صلوات میفرست و ذکر خدا را شب و روز یاد میکرد. یک دفعه میگه در جنگ کفار در کوه می جنگیدن که در محاصره افتاد. میگه اسکراش شکست دادن کفار زیاد بود تعداد، چون یا کم بودن. بعدا میگه رهبر کفار، رئیس کفار گفت
هر کسی اگر امیر زنده بیاره 1000 شتر میده، اگر سرش بیاره 100 شتر میده و جسدش بکشه در پشت اسب و تیکه تیکه کنه اگر مردش گرفتین، ولی سالم گرفتینش بیارینش 1000 شتر میده. میگه یک سخن ای حرف حضرت سعید رضی الله عنه شنوید. خدا را گفت ای پروردگار تو به همه چی قادری، لا حول ولا قوة الا بالله، این الله علی کل شیء قدیر. پروردگار تو هر چی قادری، نیست قدرتی باز قدرتی تو. اگر تو بخواهی یک برگ ای درخت نمیاد، اگر بخواهی تمام کفار شکست میدی، اگر تو بخواهی ما غالب میشیم. ولی از یک چی خواهش دارم، در محاصره افتادم، ما میخوان مرا شهید کنن و جسدی مرا بگیرن، به عزتی به احترامی کنن، کلای مرا از سرم جدا کنن و جسدی مرا پشت اسب و شتر ببندن و در چلو بیابان بکشن، تیکه پاره کنن. یا الله از تو خواهش دارم جسدی مرا حفظ که، جنازه مرا حفظ که، بسوی نگذار که دستی یاده بفهمه برسد دستی کفار ده بر ما به عزتی کنن، به احترامی کنن. جسدی مرا سالم بر مسلمان ها برسان که به عزت به آبرو جنازم کنن. یک دفعه الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان فرموده و قال ربکم ادعونی استجیب لکم. شما صدا بزنین، فریاد کنین، ما دعای شما را مستجاب میکنم. این دعای عزیز شه، دعای مخلص شه خداوند مستجاب کرد. یک دفعه کفار اومدن خواستن که سر شایستنش بیرون کنیم بعد از شهادت رساندن که حضرت سعید جام شهادت نوشید. کفار اومدن خواستن که سر ببرن و پیش او اربابشون تا 100 شتر بگیرن. آمدن که به اذن پروردگار اینقدر زنبوری زیاد گردی سری حضرت سعید جمع شده بودن و نتونستن که سر ببرن. یکی از کفار گفت بعد عصر مییم زنبورا میرون بعدا سر میگیریم میریم. بعد عصر بود که الله سبحانه و تعالی یک دفعه اینقدر بارانی با شدت، اینقدر سیل بارید که جسد حضرت سعید رضی الله عنه را شهید گرفتن به سوی مسلمان ها بردن. مسلمان ها از دیدن سرلشکرشان اینقدر خوشحال شدن او را به عزت با آبرو گور کردن. پس عزیزان من، هر وقتی که شما به یاد خدا باشین، خدا در هر مشکل در هر حالت به یاد شماست. سختی دنیا به هر حالت میگذره، سختی آخرت سخته است انشاءالله. گذشتن پلیس راجو، عذاب قبر و روز قیامت و حساب و کتاب. اگر در این دنیا به یاد خدا بدین انشاءالله خداوند در اون دنیا هم به یاد شما انشاءالله. پس هر کسی که به یاد خدا در این دنیا سرگردان نمیشه. در این دنیا انشاءالله به یاد خدا باشید، در اون دنیا نابینا از قبر بلند نمیشه. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی که ذکر خدا را میکنه از ملائکه افزون برتره. که شاعر میگه دل غافل ز سبحان چه حاصل، مطیع نفس شیطان چه حاصل. بود قدر تو از ملائک افزون، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. سبحان الله. دلی که غافل از الله، دلی غافل از سبحان الله الحمدلله. میگه دلا چرا غافلی؟ اگر تو ذکر کنی از ملائکه افزونی، چرا تو قدر خودت نمیدانی؟ پس عزیزان من دعا کنین خداوند کریم زبان ما را از جمله ذاکرین ما و شما را بگردانه، ذکر در زبان ما و شما جاری بگردانه، صبح و شام به یاد خدا باشیم. کسانی که الحمدلله شب و روز 5 وقت نماز میخونن، تلاوت قرآن میکنن و خیر احسان و به دست یتیم و مسکین و بیچاره میگیرن، صله رحمی میکنن، هر کاری خیری میکنن، این هم در حساب ذاکرین حساب میشه. و خداوند کریم ما و شما را از جمله ذاکرین بگردانه. آمین و رب العالمین.